لبنانیه. ویدیو رو تا آخر ببینید. اصلیتم عرب، اصلا ایرانی نیست. نه من عربی نیستم، من لبنانی ام، از لبنان هستم، از ایرانی هم بدم میاد. عمر خب میدونی منافق بود، ما چیز نداریم، ولی یه کاری با ایرانی ها کرد، دریای خون ازتون ساخت. انشالله این حالا که منافق ما لعن میکنیم عمر رو، ولی در کل یه کاری کرد که خوب کاری کرد با ایرانی ها، دریای خون ازتون ساخت. دیگه باید یه نفر اومد گفت آب بریزین حرومزاده ها داریم تو میکشید. تجاوز بکنن به همتون، گردناتون رو بزنن، حقتون حرومزاده ها. لعنت به ایران و ایرانی و تاریخ ایران. به صداتون در نیاد، دو ایران هم مثل سگ داریم اعدامتون میکنیم. از فاحشه کثافت حرومزاده ها، بی‌ناموسا. لعنت خدا بر تاریخ ایران، لعنت خدا بر کوروش، لعنت خدا بر ایرانی‌ها که میخواد برانداز بشه. مثل سگ اعدامتون میکنیم تو ایران، مثل سگ. به خدا قسم صداتون در نیاد حرومزاده ها، صداتون در نیاد، میزنیمتون. شاید کنید برسه به دست اون ایرانی هایی که دلشون برای غزه میسوزه، برای لبنان میسوزه. جوانی هستش